در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک بیش از 20 تن از اعضای گروه طالبان کشته و عملیات‌های پاکسازی و تلاشی خانه به خانه از سوی نیروهای امنیتی جریان دارد. احمد فهیم قائم، فرمانده پلیس میدان وردک که عملیات نظامی جلریز را رهبری می‌کند، گفت که گروه طالبان از مسیر شورای میدان بامیان متواری شده و چندین سنگر مستحکم این گروه تخریب شدند. و گفته وی برای تأمین امنیت بهتر شورای شماره 2 میدان وردک چندین پسته امنیتی ایجاد خواهد شد. همکارم رمضان عبدالله زاده که برای پوشش این عملیات به ولسوالی جلریز رفته این گزارش را تهیه کرده است. آمدیم که جاده مرگ شاهراه نمبر 2 میدان وردک را به تصویر بکشیم و ببینیم که واقعا این شاهراه چقدر خطرناک است و چرا به این مدت اینقدر مردم ملکی مسافر در این مسیر شهید شدن، گروگان گرفته شدن و در بدن پل تباه شدن. این منطقه زیولال میدان وردک است، جایی که در جریان عملیات 6 تن از نیروهای امنیتی در اثر انفجار ماین جانش را از دست داده. فهیم قائم قماندان امنیتی میدان وردک میگه که این عملیاتی که راه اندازی شده برای یک مدت طولانی راه اندازی شده تا دوباره طالبان نتونه در این دره مسلط شود. تصفیه و تلاشی قانونی ضروری مناسب جریان داره تا لانه‌هایی که دشمن به خاطر انتحار، انفجار و امثال که مردم مثل که در شهر کابل به خاک خون کشاندن، از این قسمت ها از اینجا از کونه خمار، از تیتمور اینا استفاده میکنن بالای اهدافی که در کابل اهدافشون دارن. فرمانده پلیس میدان وردک همچنین از تخریب سنگر تخت پادشاه خبر داده، میگوید که تروریستان گروگانها و افراد ملکی را در ساحه قول بتون، زندانی و جرایم ضد بشری را علیه آنان انجام میدادند. او منطقه هم که میبینین قول بتون است که نیروهای امنیتی گفته که زندانی از این گروه های طالبان در اونجا بوده و همچنان مرکز محکمه صحراییش که بیشترین افراد ملکی مسافر را که میگرفته در اون منطقه انتقال میداده، مورد شکنجه آزار قرار میداده و بالاخره میکشته. تخت پادشاه که یکی از نقاط خیلی استراتژیک برشان بود که ده ها بلنداژ و موضع جور کرده بودن به اختطافا که گروگان میگرفتن مردم اوجه میبردن. جای شکنجه موجود بود، جایی که مردم سیغ داغ میکردن، مردم جزا میدادن، حلال میکردن، در اوجه آثارش حلایمش موجود بود. تقریبا ساعت 4:30 اوج صبح عملیات برای تخت پادشاه شروع و ساعت 4:30 بجه عصر ختم شد که به فضل مرحمت خدا شورای نمبر 2 برای ترافیک باز است. در جریان عملیات‌های نظامی در منطقه تیکرگ جلریز که تازه پسته امنیتی ساخته می شود با حمله گروه طالبان مواجه شده و درگیری در این منطقه برای چندین ساعت ادامه داشت. اینجا می‌خواهند یک پسته برای نیروهای امنیتی بسازند. فعلا در گروه طالبان از ساحات حاکم می‌خواهند قرار تهدید بکنه. سرما انداختم شد اما فعلا وضعیت کاملا نرمال است. نیروهای امنیتی آمادگی داره که نقطه‌ای که دشمن پنهان شده و نقطه را شناسایی بکنه. این ساحه که طرف نرخ است کلا دشمن از این طرف متوجه شده رفتن طرف این طرف و نیروهای امنیتی بالخصوص پلیس محلی و ولسوالی جلریز دنبالشان است تا هر جایی که بخواه برن ان شاء الله دنبالشان میکنه. دشمن در نقاط بلند، در نقاط‌های بسیار بلند که اونا برف پوشیده شده از ساحه مطلق فرار کردن به استقامت نرخ است. قوای آخری که به استقامت دادل آخوندزادگان این منطقه است که اینا در ساحه فرار کردن. حالا به این قسمت ما میخوایم پوسته ایجاد بکنیم که توله نظم عامه اینجا جای به جای میشه. این توله میتونه که این پوستای خود هزینه حمایت بکنه و اقبال بکنه و این ساحه دید و چی داره بازار مامنورخیل داره که بازار مامنورخیل دیگه دشمن برآمده نمیتونه و یک موثریت دیگه داره که قول بتون ساحه دود داره و از طرف دشمن رفت آمد میکردن او را قطع میکنه. فعلا نیروهای امنیتی میدان وردک
خوشبین هستند که دیگر طالبان حداقل در سال آینده نمیتونه که حضور قدرتمند در دره جلریز داشته باشد. رمضان عبدالله زاده، رادیو تلویزیون راه فردا، ولسوالی جلریز میدان ورد.